یه فیلم هست، اینو نوذر حمزه سلطان فرستاده، مال سال 1372 هست. ببینید بعد من توضیحات خدمتتون عرض می‌کنم. به نام خدا و با سلام به شما علاقمندان مسابقه هفته. با اعلام اسامی شرکت کنندگان و شماره هاشون مسابقه این هفته رو شروع میکنیم. آقایان: شماره 1 مهدی زنجانی، شماره 2 حمیدرضا چرمچی، شماره 3 عادل فردوسی پور، شماره 4 نوذر حمزه سلطان. از کی برسه؟ شماره 3. از 3. کدام رئیس جمهور آمریکا دستور بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی رو صادر کرد؟ ترومن. هری ترومن. بله. شهرستان زابل در کدام استان کشور؟ استان سیستان و بلوچستان. سیستان و بلوچستان. بله. از کی بپرسم؟ شماره 3. از 3. ستاره سابق فوتبال برزیل که با تیم این کشور 3 بار به مقام قهرمانی جهان رسید. وی در طول دوران بازیگری خود در 1324 دیدار مجموعاً 1282 گل به ثمر رسید. ادسون آرانتس دو ناسیمنتو یا پله؟ چی آقا؟ پله بعد اسم اصلیش ادسون آرانتس دو ناسیمنتوس. خب دیگه چی دربارش می‌دونی ببین؟ این چند پیش دوباره ازدواج کرد. اسمای طولانی دارن ولی پله دیگه منظورتون بود. خیلی الحمدلله که اسم کاملش هم بلد. شما خودت فوتبال دوست داری؟ بله. شبیه پلم هستی. اینقدر دیگه سیاه نیستم. دلت میخواست که مثلا که بری تو زمینای فوتبال سیاه میشه دیگه یواش یواش. 1200 خورده 1300 تا بازی کرده. 1200 تا گل زده. از کی بپرسم؟ شماره 13. من اولش فکر کردم داره درس مثلا اسپانیولی میده. از کی؟ 13. خب یه دیگه بگو اسم رو. ادسون آرانتس دو ناسیمنتو. خودتی. بله این مال 19 سال قبل بود. آره دیگه مال 1370 سال قبل. موقع 19 سالم بود. من موقع اصلا در واقع من سال 75 اینا 74 75 من تلویزیون اصلا کلا تمام مسابقات تلویزیونم میرفتم. این یکی از آقای نوذر حمزه سلطان بنده خودم سوزوندمش تو مسابقه. خودم اوت شدم. البته بگم که خودم آخرین نفرات اوت شدم. یاد خاطر منوچهر نوذری عزیز رو هم گرامی میده. واقعا بی‌نظیر بود کارشون. بچه الان این بچه که اینجاست این سری اصلا اون موقع مدیر صحنه کار مسابقه هفته بودند و جالب بود این مسابقه. شانس من جالب سوال فوتبالی هم به من افتاد و آقای نوذری هم دیگه رها نمی‌کرد منو. و حالا یاد خاطر منوچهر نوذری عزیزم فکر کنم 1-2 ماه دیگه سالگردشون باشه.